این تنها کیک اصیل ایرانیه که رسیپیش مخصوص ایرانی است. کافیه 4 تا تخم مرغ رو با شکر و وانیل و هل تازه آسیاب شده مخلوط کنی و مواد رو 5 دقیقه با هم زن بزنی تا کاملا کرمی و حجم مواد 2 برابر بشه. شیر، روغن، ماست، زعفرون رو به موادمون اضافه میکنیم. باز 2-3 دقیقه با هم زن می‌زنیم تا کاملا طلایی و زعفرونی بشه موادمون. آرد و بیکینگ پودر رو با هم الک میکنیم، به مواد اضافه میکنیم و قالب رو چرب میکنیم. مواد رو تا 2/3 به قالبمون اضافه میکنیم. چند تقه میزنیم تا تمام حباب هایی که داخل کیک هست آزاد بشه و کیک هم سطحی داشته باشه. میره تو فرن در میاد و اینجوری وقتی سرد شد از قالب به راحتی جدا میشه. شیره رو بهش اضافه میکنیم. طرز تهیه شیر داخل کپشنه و میذاریم کاملا سرد بشه. چند نکته مهم